12مین روز از چالش 30 روزه گیلانه و غذاهاش میریم لشتنشا. همه گیلان خوشگله جان و دله، سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره. سبز شامی اینجوریه که 63% آب پیازو میگیری و با سبزیایی که تو کپشن نوشتم و ریز خودشون کردی، تخم مرغ و نمک و فلفل و زردچوبه، گوشت چرخی رو حسابی ورز میدی و 1 ساعت میذاریش یخچال. بعد با دست خیس بهشون شکل میدی و توی روغن سرخشون میکنی. برای سس سبز شامی سیر رندیده رو تفت بده، رب رو باهاش سرخ کن، توش آب انار بریز و شامیا رو بچین توش تا یک قلی بخورن و سس به خورد سبز شامیا بره. کنارش هم که گوجه و سیب زمینی سرخ شده بذاری، این غذای اصیل گیلانی میشه پای ثابت سفره‌هاتون. به من بهنام رستمی هستم و امیدوارم از این غذاهای محلی لذت ببرید.